اولی توجیکستان سامانه مستقل اخبار رو که قرارگاهش در شهر پراگ است بر روی خط وبسایت‌های ممنوع در کشور وارد کرد. مقامات تورنما رو به آن ابدار کردند که به سازمان‌های در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین در اروپا خدمت می‌کند. میرزای سلیمپور مؤسس و سردبیر اخبار گفت سامانه زیر رهبری او به هیچ سازمان یا نهاد تعلق ندارد. اداره سامانه اخبار این اتهام گویا خدمت کردن با کدام تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی را که دادستان کل و دادگاه عالی بیان کردن قاطعانه و شدیداً محکوم میکند و رد میکند و این قرار دادگاه عالی را یک نمونه برجسته آشکار و به پرده حمله به آزادی مطبوعات در تاجیکستان میشمارد. سامانه اخبار کام نوامبر سال 2016 در مرکز جمهوری چخ به کار آغاز کرده خبرهای مربوط به تاجیکستان و منطقه را بی پرده بازتاب می‌دهد. میرزای سلیمپور میگوید در این مدت فعالیت خبر و گزارش‌های نشر کرده آنها را بیش از 20 میلیون بار دیدند. دسترسی به این سامانه زیاده از 2 سال می‌شود در تاجیکستان مسدود است.